همسرانتان را احترام کنید. قصه چنین است. عایشه مادر میگویند روزی از روزها غمگین بودم. بالای این همه خمیر نان تیار میکردم که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و دیدند که من غمگینم. نزدم آمده نشستند و گفتند عایشه تو را غمگین میبینم، بیا با هم مسابقه میکنیم مثل هر وقته. عایشه مادر گفتند آخر چگونه مسابقه کنیم؟ دست من در خمیر و تنور در گیران است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند حاضر باشد دیگر نوع مسابقه میکنیم. تو یک کلچه رو در یک طرفی تنور میچسبانی، من یک کلچه دیگر رو در طرفی دیگری تنور. بعداً میبینیم که از کداممان تیز میپزد. عایشه مادر راضی شدند. به بسم الله کارو شروع کردند. یک کلچه را در تنور چسبانیدند مادر. پیامبرمون کلچه دیگر را چسباندند. کلچه عایشه مادر سرخ شد و کلچه پیامبرمون صلی الله علیه و سلم باشد حتی رنگش دیگر هم نشد، سفید ایستاد. عایشه مادر گفتند دیدید باز من شما را در این مسابقه بریدم. کلچه شما باشد حتی رنگش هم دیگر نشد. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم تبسم کرده گفتند ای عایشه اگر تمام مردم مدینه را بیاوری در این تنور کلچه هایشان را پخته گیرند هم کلچه من همین خیل سفید می ایستد، چون که در آن چیزی که دست من برسد نه تنها آتش دوزخ بلکه آتش دنیا نیز او را نمی سوزاند. دومین که من وقتی تو را غمگین دیدم خواستم که خرسند شوی. این است معامله پیامبرمان با زن. من هم خواهش میکنم از تمام کل برادران ما که با همسرهایشان خوش معامله باشند. همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات. همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات.